سلام دوستان عزیز، وقت شما بخیر باشه. من محمد بهزادی هستم و در این جلسه میخوام در ادامه 2 جلسه قبلی یه جمع‌بندی بکنم که روش‌های برداشت آب از دریا در روش مستقیم و در روش غیر مستقیم با همدیگه چه تفاوت‌هایی دارن. خواهش میکنم با من همراه باشید. اگر بخوایم روش‌های برداشت مستقیم رو مزایا و معایبش رو بگیم، در روش برداشت مستقیم ما میتونیم هر میزان دوی از 1000 تا 500,000 متر مکعب در روز رو برداشت بکنیم. بنابراین دامنه وسیع از دوی رو پوشش میده و حتی میتونیم در 10% دوی طراحی کار بکنیم. مدارک و مستندات زیادی هم راجع به این سیستم ها وجود داره و پروژه مشابه زیادی انجام شده. برای همین هم میتونیم راجع به دوره عمر و نحوه عملکردش اطلاعات بیشتری داشته باشیم و بهتر پیش بینی بکنیم. اما به خصوص قبل از انواع حرارتی MSF، MED، MVC و TVC نیاز به یک پیش تصفیه بالا نیازه و برای همین نشون میده که هزینه ها بسیار بالا میره، هزینه های نگهداری و سرمایه گذار اولی هم بیشتر میشه. همچنین از محیط دریا تاثیر آنی میگیره، مانند افزایش جمعیت ماهیان، موج، طوفان، جزر و مد، افزایش دما یا حرکت کشتی ها. اینا میتونه تاثیر آنی بگذارن روی عملکرد سیستم. همچنین این ساخت و ساز در بستر تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر موجودات زنده و حتی مکش اونها به درون سیستم داره و برای همین به تبع مشکلات زیست محیطی بالایی شما خواهید داشت. اما در روش غیر مستقیم اگر بخوایم در مورد مزایاش بخوایم صحبت بکنیم، در مورد چانگ کیفیت بالای آب برداشت شده خیلی مهمه. همچنین فیلتراسیون طبیعی موجود نیاز به سیستم پیش تصفیه را از بین میبره و عدم تماس با محیط زنده دریا هم وجود داره و جلوگیری میکنه از مکش موجودات زنده به سیستم و تغییرات آنی در سیستم با سرعت بسیار کمتری در سیستم های غیر مستقیم دیده میشه. ولی عیبش اینه که برای ظرفیت بزرگ قابل استفاده نیست. همچنین حفر چاه‌های بزرگ به فضای ساحلی زیادی نیاز داره و حتی ممکنه تأثیر نامطلوبی بر آبهای زیرزمینی مجاور داشته باشه و اونها رو دچار مشکل بکنه. همچنین اگه جای شما نمک‌هایی مثل منگنز یا کلسیوم در خاک داشته باشید، اینها میتونه به درون آب منتقل بشه و اساسا اضافه بشه و سختی و TDS رو بالا ببره و حتی اگر رسوب گذاری بالایی وجود داشته باشه، چاه‌ها میتونن دچار گرفتگی بشن. همچنین مسائل اطراف چاه هم پتانسیل این رو دارن که توسط آب شسته بشن و امثال ماسه و اینها وارد در واقع سیستم های تصفیه بعد از این یا پایین دست بشن. اینها پارامترهای مهمی هستن که شما باید بهش نگاه بکنید. در جلسه بعدی میخوام در مورد پارامترهای مهم برای انتخاب سیستم برای شما صحبت میکنم. خواهش میکنم که در جلسه بعدی هم با من همراه باشید و بتونیم این بحث مربوط به برداشت آب رو بتونیم با کمک تجربیات شما و اطلاعاتی که شما برای من ارسال میکنید با کیفیت بهتری جمع‌بندی بکنید. با امید دیدار مجدد شما، من محمد بهزادی هستم و خداحافظ.